بله دوستان من، سوره آل عمران خداوند جل شأنه در این آیه مبارکه ارشاد می‌فرماید: ای انسان‌ها، ای جوان‌ها، ای افغانی‌ها، متوجه باش. نمیدانم که به زبان قرآن همه ما کاملا میفهمیم. بعضی مسلمان ها میگه اگر به او هاونه بکنی، اختلاط بکنی، میگه هر چی که قرآن بگه ما قبول دارم. مثال میگه شما ملا خیلی گپای میگین، خب مثال بگه اگر قرآن بگم قبول داری یا نداری؟ اگر نداشته باشی که نعوذ بالله کافر میشی. حالا قرآن هر چی بگه قبول داری یا نداری؟ بله. همشیره محترم، خواهر محترم، برادر محترم، قرآن میگوید موسیقی حرام است، رقص حرام است، پایکوبی حرام است، ساز و آواز و بینظمی در تالار و عروسی تو حرام است.